دارین خنک سیاه خنکی Moskva کدومی در کدوم طرف دنیای الله برکتون تیار چی گپ خبر چی نمیگریم در چیکار بوره دوستان مهربان به حد بیرن خنکه اینجا ایروپورت ژوکو آمدیم یک برادری خمونه انتظار مسئله این چیره بگیریم باریمش نه ساعت 8 پر اومده تو حاضره بیرون بر اومدگی نیست 8:05 یعنی ساعت 10 چنده حاضر 10:41 دوونیم ساعت پکا محکمان اونجا پرس پاس رفته است علیکم السلام و رحمت خدا خوب هستید اینجا الله برکتون تیه الحمدلله خوب هستید اینجا الله برکتون تیه این یک خواهر زنگ زده میگه که من ایزالاتوی کردن قرض دارم چی میشه همه نسپاری یعنی ایزالاتوی کردن یک چی خطرناک من یا یوریست کم کم رکلام میکنم هم یوریست شما چی زنگ بزنید تفسیر بگیریم مسئله ایزالاتوی کردن قرض پرزم یا و همونجا گرانیت چی هم گفتنیم گرانیت قزاقستان هم برای حجت سوز کنه ولی مردم بسیار گپ خبر پس زنی میکنن روسیه را من روسیه را پشتیبانی نمیکنم اما خودتون میدونید که قریب 90% تاجیکستان در همین روسیه میگم که وای همون 90% تاجیکستان در همینجا بگم اولش پروردگار الله سبب کرده همینجا ما چیکار میکنیم نان میخوریم بسیاری دیگه اروپا را تعریف میکنه تعریف ایسته البته حیاتش بهتر از این روسیه است الله کنه که همه به تمام دنیا پهن شیم مهاجرت همش مهاجرت است حرکت کنیم که چیکار کنیم در گیجا باشیم نان حلال بخوریم بعدا در همه جا قانون و زکان خچه داره اگر که بیرون کاری به جوابگاری کشیده میشه به اون خاطر در یه اروپا را من دیپارتاسیا سرشته زیاده 1.5 میلیون رئیس ترامپ هست یعنی پرزیدنتی امریکا که باید 1.5 میلیون مهاجری نیلگال یا که نیزکان یا که غیر قانونی در آمدگی و حجتهای ناتوری یگان در وقت شترپای یک پای در پای یعنی جریمه های پای در پای گیان یعنی جنجالو کرده گیان در کمیره ها غلطگی همه را باید چیکار کنه اخراج کنه بدر کنه از خدا بترسی ازت تهمت در حق یا برادر میشه باید تهمت الله لعنت کنه هم کار کسی که این کارا میکنه و الله لعنت کنه تهمتشو شبیه بس کنه در این مسئله گام نزنید میگن آدمای بی دکومنت تا تاجیکستان رفتن نمیشه و راسته نه بی دکومنت رفتن میتونن از همین روسیه تو برو رانت میرون این گپا دروغن ایجا میبروی میری همتون اما بعد در اومدن مشکل کدومید که مشکلی داره آید حجتاتون یعنی که در همون چون سپیسکه میگن در همه غلطگی حجتاتون سنج ابجال بود که یوریستای خطانه بخوای من میگم چه ریز یوریستای ما یوریستای با قوت تاجیک خیلی بسیارم بیاوی یعنی که گارانتی بگیری اول دگاور بندی هر یک یوریست میره خواهش میکنم التماس قطشون دگاور بندی پگاه روز نگن ایرو یک چی ایرو هم دگاور شما چکونه کردین علیکم السلام و رحمت الله بچه امریکا پگاه نگن دگاور نداشتیم التماس دگاور کنی بچه ها خواهش میکنم قطعی کده میکشیم و چی کار میکنی از کاری امی سترویکا سرکارگی تو تمامی کار بیزنس شرکتاتون به دگاور کار نکنید تحت دگاورتون یک شخص بتونه که به تی خونده میتونه چی نوشته که بعد امضا گذاره که زمانی بیزه با خوب الله هم ما را هدایت علیکم السلام و رحمت الله و چه خودش گفت که آخه کو دخته میگه هرچی و دخته بعد من ادج قطعی هم خوینا گفته بود قطعی با بوجان رفتم 3 روز خواب کردم چوی این مومنتوش نمیگی بعد با گفت دروغ گفتم یک لحظه بجو سیویاز من 1 مینوت میچسبه با ماش مرزا میدرم یک لحظه با اون خاطر برادر جون خواهش میکنم سراس منش اکه با بوجان چی با امیت بسی پشتی لنگره میگیری
عبدالله اشورов برای چی من پشتی لنگری را نگیرم؟ لنگری برادری ما است، مسلمان است. ما اگر هر یک برادری خطاکاری که خطا میکنه شتا بزنیم از کروگ مدور کنیم و چی میشوه؟ به همون خاطر میگم همه انسان خطا میکنن. پدری ما یعنی بابا کلانی ما حضرت آدم الله گفت همین میوه را نخور، خورد، یعنی بازیچه دست شیطان شد، یعنی که فریب شیطان در غلطید، یعنی فریب شیطان خوردن این معنی نداره که تو منافق هستی، تو کثافت هستی. کدیم ما گناه نکردیم، خیلی گم نزنی. هر شخص که وای چای خورده، نان خورده، خدمت و دیده وای میدونیم چه خیلی. السلام تلفن زور روی کن، سلام یک تلفن و کجا روی کنم؟ دوران و چی که بودم. خب برادر عزیز نگاه کنی برادران، وقتی که من در سختی بودم، در پستی بودم، من دوستای بسیار داشتم. بنام دوستا درسترش می تقریبا ششته بودن، قطعا خورده بودن، قطعا نون و نمک ما گفتیم گپا کوچگیش خورده بودن. وقتی که مرا به حیات دزدی من ندیده بودن، خیانت من ندیده بودن، وقتی گپ چپی مسجد بود برمت، حتی میدونستن که در اون مسجد چی گپه، میدونستن که من ندزدیدم، حرامی نکردم، نخوردم، خیانت نکردم. شخصایی بود که میبخشه ازونی زورجین کنی وارا من پکریوت کردم تا که همین فیدنه نابود شوه و مسجد از دست تاجیکا حکومت روسیه نگیره، فیسبی نگیره، من همین مسجد بسازم از نام تاجیکا بمونه. همه میدونستن. حتی یک تاشد پدرشم حجامه میکردم، مساج میکردم در همون دوره مسجدم. وقتی در اینمی چی میرم درنی بگذار شاید ببینولی، وقتی درنی ایروپورت دمدید حجیا رو من هر دو ماه بس وقت خود میبرم کو حجیا رو برده است. میگم همونجا، میگم دوستم دیگه چیکار میکنی؟ میگه پدر من حج رو میبینم. و میگم خبر نکردی خودم میبردم با خدمت رسانی میکردم، با سکیت میکردم. میگه از من خاطر ترویش میکنم، با میگه پدرش خاطر حرام خوری که دوستی که میدونه که من در همین کار واپشه خوش نیستم. به همون خاطر نه هر کس در سختیو همه بنده خطا می. دوستت خطا کرد، دوستت اشیبکا کرد، لش بیده یگانجا دوستا را نپرتوی. دوست با پول خریده نمیشه. به همون خاطر به خاطر خدا هر نفر که یک بنده را به گفت خودش شرمنده کرد، وقتی الله ستر میکنه میگه تو حق نداری ای بنده. ستری کردگی من بالای بنده ببینه. ما دزدی مینیم، گناه مینیم، زینا میکنیم، یگان کار میکنیم، وقتی آدم کشی مینیم میایم در خونه مو درنی خونه آچمو بجا میشیم. آچمو چی میگه؟ اگر ملیسا بیا میگه که بچم نیسته، چقدر دوست میداره، مهربانه مادر، میدونه که فرزند گناهگاره، اما در دست ملیسا نمیسپارش توری. اما الله میگه که من همون مادری که به تو مهربان است، من اون مادر شما را من آفریدم، او بنده من است. یعنی من از مادر شما به شما مهربان ترم. الله میگه گناه بنده را ستر که هر نفر که گناه یک برادرش یک خواهرش ستر مینه، روز قیامت گناه ما جناب دوستان عزیز از موی سرمو زیاد، همین گناه ما از همین چشمای دست ایقا بسیار. ما شگرانه یک چشم، یک قاش، یک دندان، یک بگیم ناخونی دادگی پروردگار ما شکرانه بجا آوردن نمیتونیم. الله میگه روز قیامت همه گناهات را من ستر مینم، اما میبراریم گناهایی انا ایتا کر، ایش زینا کر، ایش گاب زد، ایش باو دخته گاب زد، ایش رفت دزدی کر و ایش حرامی کر، ایش مشینک، ایش هر روز میبراری. تو بدون که هر چیزی کردی در قیامت میبینی. این وعده الله است. روز محشر آیا ما سوال جوابی درنی قبر دادیم؟ نه. سری پلی سیرات گذاشتیم؟ نه. نامه اعمال این همیشه قریب 200 نفره. کدوم شما نامه اعمال تو اوجه دستی راست تو گرفته، یا که وعده تو دادگیان که اوجه در قیامت را نامه اعمال در دستی راست نگه داره. پر از گناهیم. من چی من میگه مدینه را ستر نکردین؟ من مدینه را 8 ماه ویدیوهاش محکم کردم، یگان ویدیو وای نبوده یوتیوب. من یک بار دبرم برای که وای تهمت کرد همراهی همون خائنا که بابا جان من ایتا کرد، من دبرم شنوندمش، بخشش پرسید، روش حتی محکم کردم. دیدم که این زنی فاسق، این زنی حرام، این زنی که پروردگار لعنتش کنه، رحم به پدر، به وطن، به میلاد نکرد، خست خطی دخته، خطی بچه صحبتای چی میگن غیر اخلاقی کرد،
حتی شرم نکرده و سیامکه کرد با او بدبخت قنچق صفت دیگه پرتاب و گری پوبلیکات کرد. من دیگه وای میمونم نه با هم خاطر همین فاسق بعد نشون میتی هر کدوم مثل خودش. اما ماش هاش مجدد کردم بخشش برادری لحظه با همون خاطر هیچگاه حرکت کنه که شما دو طرف گوش کنه، حرکت کنه توجیک پس نزنه، حرکت کنه مسلمان تا شرمنده نکو. اکا این ماشینیک من از همه بلاگر رو خواهش میکنم، التماس میکنم هر نفر اکا جان این 100,000 مدد زیده، اکا جان این 20,000 مدد زیده، ایش ماشینیکه ایش پسرینیکه. من شما را همه تونه توصیه میتیم، سویتی برادرانه میتیم که برادر عزیز پاسولستو و کنسولی تاجیکستان است. پاسولستو و کنسولی تاجیکستان در مسکو هسته. همون جرای ای بولوش زایولین بنویسی، از بولوش شکایت بنویسی، سومتونم برقرار میکنن و ملت هم شرمنده نمیکنیم. هر روز یه صورت میبره ایش شرمنده شید، ایش ماشینیکی کرد. ما هر نفری که برآوردیم خیلی مجبور میشیم میبریم، خیلی مجبور میشیم که اودان دیگه میگذرونه، بعد با او دلیل میکنیم. اما بعضیا نمیفهمن. با هم خاطر الله هم او را هدایت کنه. چی نویسه؟ چی با امی دوداری لنگاریت اسم از زن شما یک طرف نکشه. چی نام داشتی امی آدم؟ اوتاجانی من نوشتگی که شما ببینه این بدبخت اسم شریف یکم وای دشنام حقارت کرده. اپای لنگاری را مادری لنگاری در کروزوکوش هسته. وقتی که وای او یهودیا ویدیو میکنه چی میکنه این دسه بار خبر مینه اسم شریف برادر محمد من کار ندارم اقاگاو نگی چقه نشه دیگه وای میگذرونه ویدیو شپاک مینه وای همین چیزا میخواد. حالا شما با اعتراض میفهمی. بعدی میخزه میگه تو با او رونی من نیستی. میخزه وای زن مادری لنگاری را حقارت میکنه. در همین این میخزه اتویت میته اتویتی بین هر چای من پشتی لنگاری نگیرم. اصلا بود اسم شریف یا محمد شریف قتل لنگاری ده ایش در پرمو افیریش خای ایش اخس گریف نرفت وایش اخس نگیره بیویا بخزن همین فیدنه و همیا بکشن. شما یک مومنت فراموش نکردید. رمضان خالی خوب تهمت کرد چیکار نکرد اسم شریفه برمت پوبلیچ نه در افیرش بخشش پرسید. همین کسی یاد داری همین کارا کسی میدونه پوبلیچ نه بخشش پرسید ای رمضان کی ای کی اسم شریف و محمد شریف کی برادر بخشش من در حق تهمت کردم. بعدی همه ببین یک برنامه انچی جدول داره قور داره در همونجا صورت رمضان در استخبار هستن. در گلاون یوتیوب اسم شریف ببینه در استخبار صورت رمضان خالی خوب است. اگر وای مسلمان میشید به خاطر خدا میشید چی با او دلیل نکرده در استخبار رمضان خالی خوبه برای چی؟ چون یک سوال نمیته میگه که رمضان تهمتم کرد لنگاری تهمتم کرد من چیکارش کردم به من رسیدن فایرادش کنه افیری من بیایا. شما اگر پتپیچکار شد شما دوستا و برادرش بگه برادر همین بابا جان گناهگار باشه بیا یا جویا 1000 کسی 2000 کسی 500 کسی میدرویم در افیرش اگر گناهگاریش مقصد دکازات کرد تونستی بابا جان شرمنده میشه بابا جان شرمنده میشه این بخشش پرسه بروا. اگر من گناهکار من افیرش اسم شریف خطا نکنم 4 مراتبه درآمدم برادر من چی گناه دارم. حتی زن فرزندی من پوبلیچ حقارت کرد من گفتم میبخشم تو هم فیدنه میگه فیدنه مرده نمیشه او خب کدام به هم خاطر برادر عزیز من خواهش مینم از تمامی بلاگرها بیای همین فیدنه واسین همین مردم ما بین خود شبیده هستیم. بیا همین بلاگرها با دو طرف جزیر نکنیم. یک گروه از طرف رمضان اسم شریف حقارت کرد یک گروه از طرف اسم رمضان شبیدن حقارت رمضان برماد بخشش پرسید آیا رمضان خلیقوف یا اسم شریف یک کسش گفت ای برادرو همه گناه های نامه اعمال شما که از طرف اسم شریف بم نوشتن از طرف من با شما نوشتن در مثال میگن این زنی وایت حقارت کرد ایش مادر اسم وایش مادر رمضان حقارت کرده شما بدونه که رمضان خالق و ختم محمد شریف شما را ندید اما الله شما دیده سوده دشنامه شما را نامه ملائکه دست چپ و راست نوشته سودیان آیا کدام هست گفت همه گناه های نامه اعمال تا کدام رمضان و محمد گفتن شما را ای پاتپیسکای محترم شما را پاتپیسک نمیگم شما برادر و خواهرای ما که شما دستگیری میکنیم ما پیش میریم الله برکتون تیا دشنام نکنه همین پیش میگفتن بین زن شو نداره بایا و میشن زن شو تو میشه کلی شمرو یک زن یک خیسه هسته زنک با شوهرش جنگ میکنه دادرش میگه که خواهرش زده سوده شوهرش میخیزه دادر میگن اکا جون کشتم میخیزه چیکار میکنه لاد میکنه همو یاز نشه
اوس تو میخره با اوس بابا بگیش میگردم یکی خواهرش یزنش سرش دسترش مونده دستکای کم بشکنه سر یزنه را مولیده است میگه لعنت به سر همون مرد که در مابین زن شو میدونه کامپیوتر پیش میگفتن در مابین زن شو نداره یکی وایو میشون زن شو شما میشه کل شمرو من انا که در این زمان عصر 21 شما را خواهش میکنم که در مابین بلاگرو نداره من خودم پس نمیزنم بلاگرو الحمدلله بسیار بچه خوبم داریم نداره وایو میشم با برادر خیلی میبینید در جو ویدیو کردم بخشش برادر عزیز خیلی ما هم خطا کردیم این که حقارت شما نامه اعمال تو پر نکنید با خاطر خدا اصلاح شویم با خاطر خدا نکنید با خدا همین مسئله مهاجرت نه تنها در آسیا در امریکا در اروپا انگلیا در همه جا مشکل است بیا همین مشکلایش در سودای این سبب سختتر نکنیم بدبینی بین همدیگر نکنیم من خواهش میکنم آخه اسم شریف تو فقط دلیل چی داره اسم شریف تو در قیامت چه فکر نکرد سودای اسم شریف بیا من پستش نگم بیا التماس همین تم اسم شریف دمه اسم شریف تو مرده که افیری من بدرا صحبت کنیم یا یک کروژوک در تلگرامش کنه بابا جون فلان ساعت بدرا صحبت کنیم من گناهگار باشم در مابین همون که خلق همون که پادپیش بخشش میپرسم نباشه بخش پرسم فیدنو بمرن مقصد من فیدنه بین تاجیک مهاجر بمبره بدبینی چی در کار پس زدن یا تاجیک خدمت چی در کار فقط کنی همدیگه را کوفته استیم چوه در دیگه بلاگرین است چوه همین حقارت دشنام در دیگر پرزیدنت ما جناب عالی در همه تریبونه ها تاجیکستان با پیش گذاشته شیروی نر با پیش وطن آباد کرده در اینجا میبینی امره همین ما برای 4 بلاگر احمق پس زده سودیم امی ملت چی در کار میکن من دین اسلام استفاده نبردم من الحمدلله نماز میخونم 15 16 سوره میدونم از اسلام متاسفانه با خبر نیستم اما از همین میگم برازی بهره روزگار چی میگم برازی تجربه روزگار بهره بگیر ما از همین تجربه ها آموخته و همین گپی کوچه در شما میگم بعد پولی کولیا تاجیک دزدید پولی مسجد دزدید پولی ایش دزدید الله لعنت کنه دزده و تحمچیاشا متاسفانه گاو میزنی از این گوش با این گوش میگم بابا چپرگوش این همین خیلی با اون خاطر نمیجا هر چی گفتن میگیری ما خودمونش صاف نمیگیریم الله هدایتون کنه چی گویم که نگفتم بهتر است سخن در دهان پاسبانی سر است الله هدایت میکنه نیمه اهمیت نمیتی من خواهش میکنم زوره میکنم از تمام بلاگرها از برادرانی که در همین سایت های مسنجری هستن التماس کنکاوکی نکنیم یک برنامه های خوب کنیم یک راهنمایی خوب کنیم با این مردم مهاجر خودمون تمام خدا هدایت همه ما را کنه من همه وقت دعا میکنم فهمیده بعد این شما از میگن فیدنه من همه زنها و مادرها در نظر ندارم شما الله یگان تا شما را در فیدنه زن گرفتار نکنه از خواجگی تون سرکاره تا دیگر جو فیدنه زن سخت است فیدنه زن سخت است برادرها شما حرکت کنی آزی بپرسیم یا خیلی جای نماز نمیدونیم کلمه شهادت اساس نمیدونیم پایه های اسلام نمیدونیم حتی جاهای طهارت این نماز پر درست کرده نمیدونیم اما ششتگی در همین تلفن 24 ساعت همین خیلیم به هم خاطر این کار خوب نیست علم با آموزیم نه تنها اسلام دینویش هم یک قانون حقوق خودمون بدونیم من نمیدونم به هم خاطر گفته استادم اینجا دولت اومگه خودت میدونی به هم خاطر گفته استادم که این ایتس با آموزیم ما شرمنده نکردیم شما ببینید که من که اتویت چپک کردم هیچگاه نمیکنم هر بلاگر هر یا بدبختی که من تهمت میکنم من میخوام یه ویدیو میکنم که همین گپشون دروغ تهمت است اگر که مرد هستن من آفیس دارم بیایم به همجا رو بایش بیایم همینجا دکازت کرده بتونم من پوبلیش نبخش میپرسم اما فقط بغیر تهمت کاری نداره بغیر پستنی تاجیک خطور اگر یا داغستانی یا آذربایجانی یا شیروی نری تاجیک برادرو تاجیکستان با پیش تینش برات
همین زلیم خان 2019 که از حساب بیزنسمن دو توجیک خیر میکر میگشت دبار شوید کس بودن حاجیو با پیش میگفت تینش برات تینش گیروی تی قریب ناوز بالله آخرش پرزیدنتش میموند نه که گرفت چکار تو کاروز شید گفت شما کی هیچ کی شما گفت شما دام تاجیکستان خطو با پیشه همون زلیم خیلی که 2019 کنی تمام تاجیک میلسید با همون خاطر گفته استودم که همه وقت تاجیک خطو نداشت من ملت پرست نیستم مسلمانم الحمدلله اما غمی تاجیک باید تاجیک بخره غمی تاجیک باید تاجیک بخره تمام فهمیدی بعد ما یک سیامکا میکنیم بعد اونجا شانتاژ میکنن اینجاش بویگی و دز بگوی خدم دز قاور بالا او مومنتوی بدن که من گفتگیم که او یک چی گفتم یا جا گفتم آخه شما اینا من دز بگی خوب اینا ما دز ماشین بگم ما ماشین ما خی همه چیز ما خودمو اینا شما آدمای صافی همو جره همو مومنتوی خچ دز دیده بریده پرتای جوهای در کوریا که همو حالتی که من با اون خواهر 630,000 جمع کردم تا سحر 7-8 ساعت یک از بسیار نویست ما سوم قریبه چی بود 580,000 به چند قدری بود یک از بجایی که سوم پرتویا یا که یا دعای نکنه که سوم جمع شده اکای بابا جان درود نور نمیونه درود نور نمیونه من گفتم نور چیکار پلا پرتو اخی من نور چه که پروردگار داده همین قسم داده همو قاقش برده قانچق پرتای پروردگار اینا که شما همین قد دشنام میکنی اینا اگر مسلمانی من بین خدم شما مسلمانی نمیدونم چه خیلی است نمیگم شما پست هستی اینا من میگن بعد کنم تو بعد گفتار کنی بعد گفتار گویی میگن بین همون من تو دیگه فرق چیه اینا من دست چیدم من دست رفتم دزدی کردم خدا هدایتم کنه که این چیزا الحمدلله نکردم الله لعنت کنه دزدا الله لعنت کنه میگن خیانتکارا اینا شما دشنام داری بین من شما چه مسلمانی اگر کی شما مسلمان باشه من که گناه کنم شما باید در حق من دعا کنی الله هدایت کنه المسلم اخو المسلم مسلمان برادر مسلمان میگه من نصیحت ندارم من پروست از غلطیدن خستن این بچهای مهاجر از خدم سرکردگی من از این چیزا گذشتم این اتپا من میخوام یک کس بگه که برادر این ایجا ایت نکنی من شما را گفته استم ای برادر عزیز علیکم زکا و ایلو سازی ای برادر نکنی خطا ای بچه حجتاتون اساس کنی ای بچه اینا ما تفسیه میتیم راه نشان میتیم برای که پوبلیکاسیون فقط جوابگاری دارن وقتی پوبلیکا میگه برای خلق ملت چی کردی برای قیامت چی کردی باید جواب بگوی همه خوبه نور آباد الله همه ما را نگهبان باشه فهمید ما همه ما را ببخشه الله با خدا قسم من ملت دوست میدارم ها من شهروندی روسیه ام مو مقصد خیلی گپی زیادی نزنیم اما میگن این دولت یک شهر کو خلاصه این جای مردم به تو در اگر شو هم باشی در ملت بیگونه تو یک گدایی ما باید همه وقت غم ملت بخوریم غم وطن بخوریم آبادی وطن بخوریم سال کرانتین وقتی که روسیه را کرانتین کسل جقید یگان تایما ترکیه و امریکا و هندوستان نرفتیم شهروند روسیه هم بدیم گیجا بدیم گرفتیم تا 100,000 دادیم تاجیکستان رفتیم دوره که موبیلیزاسیون کردن دوره موبیلیزاسیون شد شهروند روسیه بود کی نبود همه گرفتیم وطن رفتیم چون نرفتیم یگان شهر دیگه برای که وطن ما را اعتزادن با هم خدا من به خاطر خدا میگم شما بچه های این نورآباد غرم یا که این بچه هایی که سختی های جنگ دیدگی سال 88 89 87 86 هسته اکای بایلو سوزی تینجی گشنگی همه تو دیدگی من وقتی میگم شگرانه آبادی وطن کنی شگرانه تنجی و آبادی حاضر کنی بعضی بدبخت منرسه چوپلوس قور بالا مقصد از این که ما گشنگی و جنگ دیدگیم از یک جو خواهر تا خبرگیری عمه تا یک پدر تا خبرگیری میرفتی یک قشلاق به یک قشلاق 77 پست بود نانی جوی میخوردیم نانی گنده میخوردیم زغاره میخوردیم این گشنگی ها فراموش کردیم من گفته سودم شگرانه تنجی کنه به خدا این الحمدلله بودی ندیدیم به غرم سمالود ویشید هفته به غرم 3 بار سمالود میره به شهری به نویه رشته من خودم از غرم مقصد ملت کرایی نمیکنم این شگرانه تنجی است برادر عزیز به خدا قسم شگرانه کنی
O'zbekiston, Tojikiston, hozir de davlat ba Turkmeniston. Sه davlati هست که konflikt ندارن. الحمدلله جنگ جنجال نیست. استالنیش همه دولت حتی این روسیه که ما کار کردیم نون یافتیم خداوند سبب کرده همه جرم جنگ است. شگرانه تنجی کنید. در پامیر، در ونج یا که در غرم چند سال پیش یک کنفلیکت بین مجاهدا و حکومتی بود. سیویاز نبود. گپ زدن نمیتونستی، سومراوان کردن نمیتونستی. برادرها ما زغاره میخوردیم به خدا اینمی نان جوی قرتق در رس میشید. در قرتق اینمی سیخی جو رس میشید. حاضی پدر ما حج روی میکنیم، مادر ما حج روی داریم. حتی بعضی ما الله برکتون تیا قرضای بگیم کمبغالی قشلاق داشتیم. در قشلاق او کشیده سودیم، در قشلاق سویت کشیده استیم، در قشلاق راه ساز کرده سودیم. بعضی همسایه ها ما ایگیسای خودمو حج روی کرده سودیم. این شگرانه تنجیه. من وقت این خیل میگم ای مردم جنگ ندیده الله نبینه. پروردگار وطنی ما رو هم خیل عالم آبادتر کنه. به خدا به خاطر الله میگم شگرانه کنی. به خدا قسم این همی درم قشلاق جنگ میشوه اینا سیویاست میکشن چیکار میکنی یا گشنه میمونی. حاضی که هر یک او خلدین قورو بود. بعضی بای خلدینگ داشت. در خونه های همه پشتی یک خلدینگ ستریال ماشین های پیش میبخشه. مادران میرفتن آبدره ها میگیم آبدره میگیم ما بچه مردمی غرم ایدرنی لوای آب دستیله آب میوردن لباس های من شما را میشوشتن. تا خونه را میامد 100 مردک مادر ما یا اپا ما عقیب نگاه میکرد میبخشه ایزونی زوراجینی خونش میجنبا یا پشتش میجنبا. یعنی میگرفتن سطل قطعی آب میوردن. یک صابونی سیاه اشتری داشتیم. حاضی همه شرایط را داریم. به همون خاطر چوه شگرانه نمینیم؟ چوه به خدا باید ما شگرانه نکنیم؟ حاضی مییم یک خیلام در 50-60 هزار در روسیه کار نمیم. 100 هزار امتیا کار می روزی کاریم 5 هزار 4 هزار. می اومدن بچه ها دوگانا لیچ نمن خدم به خدا کار میکردن. دوگانا کار میکردیم 5-6-7-8 کس خواب بودیم. عذاب داشتیم. حاضی در کوارتیرهای لوکس بود کسی یک خیلام با قدیزان فرزند و عادل ند کمونتا سه کمونتا 50-60 هزاری میتیم فقط در یک کوارتیره. هیچ سورا فراموش نکردیم. چوه هیچ سورا ما خواست شگرانه نمیم در کوارتیره ده کسی نیمت میکنیم. یکی حاض با یک کمونتا عادل نباشه قطعی زن گودا که دو کمونتا بچه هان دو وانا آبازی نکنی که دو کمونتا نگی بچه های بگونن. پیش ایجو زن بیاری خودت میومدی یک سال میستادی میرفتی در تاجیکستان یک ماه میستادی 2 روز بعد با سومتیار میشی بدو ایسو. نه کلان شدن فرزند میدیدی، نه شیرینی زندگی میدیدی، نه مهری پدر مادر. اینا را فراموش کردیم. نه اینا را ما فراموش کردیم. جنگ جنجال به خاطر خدا فراموش کردیم. الله لعنت کنه کسی سومی مسجد خورده و شما را همچنین تهمتی ما شما را خوانده سودم. اما ما به خاطر خدا گفته سودم برادرو تنج آباد است. بیای این مثال گپ مثال همینجا دو بچه مهاجر بچهای یاشن من همش در نظر ندارم بچهای بهترین کارگر بسیاره اما میبینی کورچه قطی زده شده. اون روز در کافه همین پیش ما 3 بچه تاجیک میدورن دختر افیتسانکر حقارت میکنن که تی تکری خواهری ما هست خواهری من شما هست در همینجا افیتسانکر کار مینا. خواهرای خودمو یا خیلمو در خونه شوهر دارن الحمدلله. بعضی خواهرای به سببای شوهرش میمره جنگ جنجال زندگی یا نوشگری میکنه با میاد افیسنتو کار میکنه. خیلی بعضیش خشروای بعضیش بیزیب گپش میتین خواهر گپ جواب میتین. بچهای کافه میان مقصد همون کارگرا که شما چیکار میکنی خواهر تاجیکه بچه‌ها یا 19-21 ساله پدنالت در تنایت کورچه چیکار میکنه کورچه میگیره با کورچه میزنن بچهای تاجیک خودمون با کورچه را لعنتی. وقتی کورچه را در تنایت گردوندی بدون که اتوماتیک و کورچه باید تو کورچه را یا در پشتی خودت بزنی یا در پشتی یگان کس. برای چی تو کورچه میگردونی؟ برای چی تو یگان باندیتی سالی 90 چی کورچه برای چی؟ اینا کورچه فین کرده بچه‌هاش در شبی برای چی میگردونه؟ اون روز من چه حجامه کردم مساج سر میکنم بچه 20 ساله در تسمش کورچه فینکه زدگه. برادر میگم کورچه برای چیه؟ همین کورچه میگم برای چیه خاک جون برای زشت چی؟ کی ترا میکشه؟ سرت خان سحری برا ساعت 8 یا 9 کار بگای سرت خان بیا کورک تکش شمک تسیر که با تو چیکار دارم با کورچه رات میگردی؟ او کورچه گرفتی باید دکونی یگون کس خلانیش از روی تو چند مهاجر دیگه میره پس پنجره وقت میره غمی پدرت غمی مادرت غمی با اکاو دادرت. نه کورچه چی میگردونه بچه‌ها شما؟
این هم دیسکاتک‌های هوی شیدن خیلی بسیار اندام تئاتر لوبلینا در نظر دارم. بچه‌ها همش قطعش کورچه دارم. او کورچه دست نه کورچه را چیکار می‌کنی شما؟ همین کورچه رو می‌خره 3000 2000 با هم کورچه زور برای چی تو یگان قصابی تو یگان ده مرده‌ای برای گوسپند کشی می‌گردونیش در مسکو تو یگان اگرو دا کار می‌کنی که پولیا داری گوسپند گاو داری که گوسپندم حرام نشوه نه چی در کو کورچه در شما چی در کو بچه‌هاش حاضر ما همین که آباد شدیم الحمدلله همین قشکمو مسرشته در کافه ها میدونیم نم کافه های تاجیک بسیار الله برکت شما خواهرای تاجیک خود کار کردن خواهرای مسلمانی خود کار میکنن با اوقات ما جدا میکنیم دین آش خوردم از چی بخورم چی داره دام خیلی ششتگی در کیسش دستم هست نیست خواهر چی داری میاره جدا میکنیم منیو را میگردیم ششلیک ها اوقات خیلی همیشه ایش همین یعنی که این نعمت الله است که امروز در سر مسلمان داده که تو جدا من اوقات میخوری مثل فلسطین در شهر فلسطین از علف خورده استن او خیلی گشنه باشه چیکار میکنی به همون خاطر برادر عزیز هرچی از شکرانه کنیم من نمیگم این ایجاش میگه سومیت نمیخوره میگم الله برکتون تیا مقصد از این که وقتی سوما دیده خطونه گم نکنی وقتی سوما دیده خطونه گم نکنی برادرو همون خواهرای کار میکنن بتونه یاسومی یاردم شو کنی دامو رئیسروای آخر سانچ یا خیلی شپرس 2 فرزند 3 فرزند داره بعد میگه دختری تاجیک در مسکو قانچق شید جلب شید یکم بچه کرسابچیک موی سرش گردوندگی میاد تاوش میتیم میگیریم وعدای دنیا کارکارش نمیمونه پاتنی و خوارای سرش میمونه رجیسترش پرستای من رشک میکنم ممکن است شوهر تگو زن یکمش داوجه ایستادگی زنش دیمش دایجا تو کار نکو پاتنش ای سرش میمونه پگارش نپرستش کی تو چوی تکری میزنش سه طلاق یا رفت تاجیکستان یا فراموش میکنه یک بهانه یافته باید خواهر طلاق نکو برای زنش اونجا قهرش میکنه یا که پدر و مادرش نمیموننش انا کی خواهر به حجت مون یا که شکمش دم یا ماه ماه بعد چی میشوه اون خواهر جزیره آباد در کمیتاش جزیره آباد حیاتش سوختگی با ای بچهش فهمین او بچهش فهمش میده همین خیلی خواهر باید مجبور میشه و تن فروشی سر کنه دیسکاتک هایی که در همین تریتور مسکو هستی رستوران هایی که خواهرای خودمون تنس بازی میکنن بسیار تا میدونم من نه کارگری مقاماتم نه وای وظیفه شما کاری شما های پروستو هم خطو میگم از خدا بترسی خواهرها را استفاده نبری آیا خواهر من شما بیاد تنس کنه در همونجا میفورد همون شخصی که تو مسئول همین کار هستی آیا خطا میفوره خواهرت بیا بجمونه 4 کسیگه یا آذربایجان یا ارمنیان یا کیتای سیگه سومش بجقه حتی ما در پد مسکو یا جوره میدونستیم پاسپورتای خواهرها را گرفته بدن والله قسم خواهر برم دستی از میرم خواهر از زلا گفتن پاسپورت چه گرفتن 15000 یک قرض داشت کنه تو نمیره تو نمیره در اوج تا سحر و خواهرها تنس میکنن یا 7 8 کس به خطا نکنم ما یاد شکایت کرد همه گرفتیم وردیم تو همجا تنس میکنی سحری اكو وای ازبک دگیجاش میجقه قرغیز دگیجاش سوما میجقه با بعضش میرن میبخشه خوخیز میکنن چیکار میکردن او سوما میورن قطعی همون صاحبی زویدنی تقسیم پاپلام میناد نمیکنیم سومش هم دادیم بلیت خواهر گرفتیم تاجیکستان شروع کردیم این 6 7 ماه پیش بود یعنی خیلی زویدینو بسیار خواهر استفاده برن خواهرای هستن خدا ببخشه مقصد پس تو نمیزنم 2000 در تریتور لوبلینو تن فروشی میکنن ساعتش 2000 خواهری تاجیک خواهری مسلمان و یا اگه نگیفتش میگم خواهر کارو دیوفتن این برای اینجا کار که 100000 یا 150000 بگی پریاد نشونه نمیگم اتنی نش دیلا 24 ساعت لک کردگی تن فروشی ساعتش 2000 با میگفتم بچهای تاجیک نیاری که یا درام میفروشن تو با ازبک قرغیز کیتای داغستان من یا داغستانی گفتم مسلمانی گفتم ها قطعی بچه زورای صاحب کافه گفت فلان آدرس برا کیای دخترای تاجیک تن فروشی دارم من خدام کنه رفتم یا آدم روی کردم میرم در حقیقتا هستای من با خاطر خدا گفته ایستادم با خدا من توی دیده استم هر یک سخن جوابگاری داره من هوایی گام نمیزنم برادر در اکران یعنی که برادر همون زویدیون غیج خواهرای میبینه لط خوبشو نکنی سرشو نکل نکنی نکششو نصیحتشو کنی جای کارشو بیایی خواهرای ما هم بعضیش در تاجیکستان پدرش میمره اکاش میمره زندگیش سخت است شوهرش میمره
бахши бачаҳо боло занг мезананд, связ мемра. ба ҳамон хотир бародари азиз ҳаракат кине, насиҳат кине, хоҳора дастгирӣ кине. дар шаҳри ғарбӣ тоҷик ҳастем, пас назане, истифода набаре, духтарои хушрӯвакша ҷидо айдарни кафеҳо накунем, набаре истифода набаре, зино накунем, ҳаром нахӯрем ва ҳаракат кунем ки нафса ҳама дора. ман намегӯм ки ман бегуноҳам, ман намегӯм ки ҳеҷ ка нафс надорад, аммо худмона қапидан кор майлаш ҳаракат кунем ки истифода набарем ва намоне ки истифодато баранд. мақсад иҷа бачаҳоро ҳамаша сиёҳ кардам, ҳамаро дар назар надоштам. баъзе шахсое ки паст ҳастанд ҳамаро дар назар дорам ва занҳои хитри, занҳои танфурӯш, занҳои фитнаандозам бисёра аз ваё эҳтиёт боше, набаранд. на танаша лиҷ бикуна ва баъд запсет куна ва бига ки ана мана ита кард, тамоми вуҷудша нишон мета. хеле занҳорам ҳастанд, эҳтиёт боше бачаҳо ёш. давраи фитнаи асри 21 асри фитна ҳаст, яъне ки сиёмкаву қанчқиву гавру бало бада парвизтеву ҳодисатеву қавру бало мебароранд. ту ба ҳамон хоҳӣ мегӯм ба хотири худо гуфтам, ба хотири худо миннат намекунем, хизмат кардем, ба хотири миллатам кардем. ҳар чӣ кардем ба хотири аллоҳ. аллоҳ нигаҳбонту боша. мо дар аэропорти Жуков ҳастем. вазъият хеле безебтара, проверка сахта. аз соати 8 бачаҳо пурванд тозира проверка шурафта истед. дар ҳамаи давлат ҳозир оиди муҳоҷират сахт гирифтагианд. аллоҳ ҳамаи моро ҳидоят кунад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи бародаро, дар хизмати шумо ҳастем. худо нигаҳдор.